العلم سلطان دل قدرت فمن وجده صاله و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید. ما تأکید میکنیم روی علم. این تأکید جدی است، تعارف نیست، از روی یک احساس کاذب تشریفاتی موسمی نیست، بلکه از یک تشخیص عمیق و محاسبه شده برمیخیزه. شما به فکرشو بکنید، اگر تو این دنیایی که سکه رایج عبارت است از ظلم و زورگویی و استکبار و استعمار و استثمار ملت‌ها و هر کسی که قدم در جاده دانش و علم و پیشرفت میگذاره همین راه رو دنبال میکنه. یه عده‌ای زور میگن، یه عده زور رو میپذیرن، سلطه‌گر و سلطه پذیر که مجموعاً نظام سلطه رو به وجود میارن. در یک چنین دنیایی یک ملتی قد علم کنه، عالم باشه، دارای فناوری پیشرفته باشه، دارای قدرت تبلیغات باشه، دارای انسانهای با اعتماد به نفس بالا باشه و با این نظام سلطه مواجهه کنه، مقابله کنه. اونجایی که همه دست به دست هم میدن تا یک ملت را مظلوم کنن، زیر پا له کنن، او به دفاع از اون ملت سینه سپر کنه. ببینید، اگر یک چنین ملتی با این خصوصیات در دنیا به وجود بیاد و قد علم کنه و قدرت داشته باشه و حرف برای زدن داشته باشه و صدای خودش رو بتوانه به دنیا برسونه، در دنیا اتفاق عجیبی رخ خواهد داد. وضع دنیا دگرگون خواهد شد. این لازمه. برای این هدف کار کنید، علم رو برای این فرا بگیرید. والله حالا اون روشی که علم آموزان و صاحبان علم در دنیا در این 200 سال 300 سال دنبال کردن، ما هم ته صف اونا بیستیم، راهی که اونا رفتن ما هم همون راه رو بریم، این که هنری نیست، این که هدفی نیست که انسان برای او مایه بذاره از جان خودش. ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه. راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم.